هی گایز بچه ها چطورید؟ به یه ویدیو دیگر من توی چنل مهران اسپایدر کاملا این بار کاملا خوش اومدید. تازه فهمیدم. آیا اصلا موضوع میدونه چی باشه؟ نمیدونم. نگاه کنید بچه ها، من باید از اینا زودتر خودم معرفی کنم. مثلا من بچه ها توی اگه دقت کرده باشید مثلا توی یوتیوب دارم فعالیت میکنم و اینکه شورت ویدیو میذارم. بله شورت ویدیو میذارم، اون وقت چقدر خفن ببینی سوسک میشی. مثلا در مورد دانستنی و عجایب من بیشتر تحقیق میکنم، مثلا چیزایی که خیلی واقعا جالبن، مثلا فکتایی که میتونن توی زندگی به درتون بخورن. من بیشتر روی اینا خیلی کار میکنم و اینکه من باید به این اشاره میکردم که ممنون میشم که من رو زود حمایت کنید، یعنی اینکه پشت من باشید و ازتون میخوام که هم حمایت رو بیشتر کنید. و موضوع امروز هم که الان میریم ویدیو رو میبینیم، این که 10 تا از سخت‌ترین شغل‌های جهان که واقعا یعنی غیر قابل توصیفه و کار سختی داره. پس بریم با شغل سختی آشنا باشیم که حتما شما تا حالا میگید که واقعا بعضی از شغل‌ها سخت و ما رو اذیت میکنه. از بعد دیدن این ویدیو حد میزنم که واقعا این شغل‌ها رو ببینید دیگه هیچ وقت به شیر خودتون نمیگید سخته. بریم. شغل اول تولید دروش فاضلاب در نیویورک سیتیه که واقعا شغل سختیه. داستان از این قراره که تو باید توی این شغل بری درب فاضلاب رو تولید کنی، یعنی مثلا اون دربایی که روی دایره‌ای دارن و روی فاضلاب میذارن، شما باید اونا رو تولید کنید و از فکر بکن از 24 ساعت وقتت رو هدر این کارا بکنی که نه آبش بهداشتی، مثلا نه کارش بهداشتی و حتی درآمد خوبی هم نداره و کار سختی و ممکن اصلا خیلی اذیتت بکنه. شغل دو، خب این شغل برمیگرده به شغل معدن سولفور در اندونزی کوه آتش فشان کاوالی ایجین که یه شغل کاملا سختی هم به شمار میاد. اونا مثلا درب آتش فشان ها رو میبینید که حالا شما باید روی اونا کار بکنید و تا جایی که میتونید روش زحمت بکشید و جالبش اینجاست که باید ساعت 5 صبح حدود 5 صبح بلند بشید و 2 تا چیز روی شونتون بذارید و برید سنگایی که حالا اونجا هستن رو روی کولتون بذارید و حمل بکنید. سنگای مثلا قیمتی هست که میگن مثلا آلماس یکی از اون سنگایی که کنار آتش فشان یافت میشه. شغل بعدی شغل نظافتچی فاضلاب هستش که اون حالا این شغل در هندوستان خیلی زیاده که واقعا از همین الان میتونه مغزت بپکنه که بری داخل فاضلاب و حالا تمیز کنی. میدونیم که فاضلاب چه جای کثیفیه و کلا چقدر میتونه اصلا میکروب حالا حشره اون تو هستش و کلا اگه بویش حالا بوی اون فاضلاب برات بیاد چه علائمی داره. شغل بعدی، این شغل مربوط میشه به معدن آلماس که در حالا سیرالون حالا قرار داره و این هم هستش شغل سختیه و کلا تو این شغل هم باید از هر 24 ساعت وقت حداقل 20 ساعت شما حداقل هدر بکنی که معدن آلماس، یعنی شما چیزایی رو توی معدن پیدا میکنی باید روی شونتون بذارید و جالبیش اینجاست هوای اون منطقه بسیار شدید گرمه. شغل بعدی که بهش اشاره شده شغل معدن نمک اتیوپی که حالا اتیوپی فکر کنم یافت میشه. این شغل خیلی سختی اصلا آجی وسط نگم. شما باید بیاید روی زمین نمک رو مثلا یافت کنی که این بیخیال این توی هوای گرمی که اون حالا وجود داره 100% کار براتون سخت میشه و توی این هوایی که وجود داره اصلا شرایطی نیست و سخته. شغل بعدی که بهش میگن شغل کارشناس برق که حالا برق این چیزا رو بالا میکنن. جالب اینجاست این شغل هم مثل شغلای دیگه خطرهای خودشو داره، مثلا وقتی بری بالا دیگه احتمال برق گرفتگی 100 بس خطرناکه. شغل بعدی، این شغل که بهش میگن شغل تمیز کننده های صحنه های جرم که وای این شغل که هممون میدونیم، یعنی مثلا چیزایی یا مثلا خونایی که روی دیوار یا حالا چیزا میمونه ما باید بیایم اصلا روی دیوار، زمین، تخت خواب باید اینا رو بیای پاک کنی و حتی در بعضی از شرایطا این حالا افراد دچار حمله حشرات هم قرار گرفتن. شغل بعدی که بهش میگن
آزمایش کنندگان پشم. این شغل یکی از خطرناک‌ترین شغل هم به حساب میاد، یعنی خطر چنانی نداره ولی خب جزئی هستش. این فردا واسه این آزمایش دست خودشون رو تومه میکنن، یعنی دست خودشون رو توی تومه میذارن و پشه ها رو آزمایش میکنن. شغل بعدی که بهش میگن شغل سخت‌تر، شغل یک روز کاری عادی در قطب شماله که مثلا یک روز کاری یعنی 24 ساعت، حداقل 21 ساعت تا مثلا 12 شب این دوستا توی قطب شمال کار میکنه توی اون سرما. خیلی خوب، اینم از ویدیوی امشب ما بود عزیزان و اینکه دارم خوشتون بیاد از این ویدیو. بالاخره عشق من ویدیو دیگر من باقی.